از بازدید چند تا آپارتمان دو خوابه برای مشتری که برای اجاره دنبال خونه هست برمیگردم. البته ایشون رو پسند نکرد، الان برگشتم آفیس. میخوام تو این ویدیو در مورد 3 قدم اصلی برای اجاره کردن خونه توی تورنتو صحبت بکنم. امروز چه روز سردی بود و چقدر باد سردی میومد، خیلی اذیت شدم. سلام دوستان، وحید هوماتاش هستم، مشاور مسکن در شهر تورنتو کانادا، تیم اسکریان، بروکرج ریمکس هالمارک. اگه قصد اجاره کردن خونه توی تورنتو رو دارید و میخواید بدونید که چه مدارکی نیاز دارید برای این کار، چطور میتونید ریلتور انتخاب بکنید و قرارداد به چه صورت هستش، توی این ویدیو میخوام در مورد این 3 تا بخش صحبت بکنم. توی بخش اول بریم سر وقت مدارکی که شما نیاز دارید برای اجاره کردن یک خونه توی تورنتو. یک نامه اشتغال به کار یا جاب لتر یا ایمپلویمنت لتر بهش گفته میشه که شما باید از محل کارتون بگید توی اون نامه با سروک و لوگو رسمی اون کمپانی که دارید براش کار میکنید توضیح داده میشه که شما چند وقت رو دارید اونجا کار میکنید، درآمدتون به چه صورت هستش و در صورت نیاز اگر که صاحب خونه یا ایجنت صاحب خونه بخواد که تاییدیه موارد رو بگیره چه راههای تماسی با اون کمپانی وجود داره. خیلی از صاحب خونه ها یا ریلتور ایجنتاشون میرن اون کمپانی که شما اعلام کردید که ما داریم اینجا کار میکنیم و گوگل میکنن، وبسایتش رو میبینن، لینکدینش رو میبینن، زنگ میزنن، تماس میگیرن یا ایمیل میزنن که تمام مواردی که شما تو نامه آوردید هم تاییدیه‌اش رو بگیرن و اینکه این کمپانی چقدر قدمت داره، چقدر قوی هست، برای اینکه خیالشون از بابت کار شما آسوده باشه. مدرک بعدی که نیازه حداقل 3 ماه آخرین پی استاپ ها یا همون فیش حقوقیتون که نشون میده دریافتی حقوق شما چقدر هست، دیداکشن ها یا اون چیزایی که از حقوقتون کم میشه مثل تکس، مثل بیمه، اینا به چه صورت هست و اینکه دریافتی خالص شما چه مقدار و هر چند وقت یه باره که معمولا اینجا بای ویکلی یا هر 2 هفته یه باره. مورد بعدی فول کردیت ریپورته که نشون میده اولا امتیاز یا اسکور کردیت شما چقدر هست. بعد این فول کردیت ریپورت میتونه ببینه که شما کجا دارین بانکینگ انجام میدین، یعنی حساب بانکی دارید و از روی لاین های اعتباری، حالا چه کردیت کارت چه لاین اف کردیت، چقدر استفاده کردید، چقدر بدهی دارید روشون و یه سری جزئیات دیگه و در کل نشون میده که وضعیت بدهی شما و مدیریت کردن مالی شما نسبت به کردیت کارتاتون، لاین اف کردیتاتون به چه صورت هستش و خب هر چقدر که اسکورشون بالاتر باشه و بدهیاتون کمتر باشه قطعاً دارای ارزش بیشتری برای صاحب خونه است. یه فرم دیگه ای هم هست به اسم رنتال اپلیکیشن که این یک فرم استانداردیه توی استان آنتاریو. معرفی کسایی هست که قراره این خونه رو اجاره بکنن، همراهشون فرض کنید که خب یه زن و شوهر هستن که خونه رو اجاره میکنن، 2 تا بچه دارن، قرارداد به اسم زن و شوهر هست اما خب 2 تا بچه‌ها هم به عنوان همراه توی اون خانواده هستن، اسمشون میاد توی اون رنتال اپلیکیشن. محل کار فعلیتون، درآمد سالیانه‌تون، محل کار قبلیتون، محل زندگی الانتون، محل زندگی قبلیتون، شماره تماس لندلورد یا صاحب خونه الان، شماره تلفن صاحب خونه الانتون، صاحب خونه قبلیتون، شماره تماس با محل کارتون، محل قبلی کارتون، معرفی 2 تا رفرنس شخصی که شما رو بشناسن که بتونن باشون تماس بگیرن. حس سوال دیگه که مثلا ماشین چی دارید، آیا حیوان خونگی دارید یا نه، که این یک فرم استانداردی که باید پر بشه و هر وقت شما اپلیکیشنی برای اجاره میخواید بذارید حتما باید این فرم هم توش باشه. خب ممکنه که شما تازه وارد به کانادا و شهر تورنتو باشید، اول که خوش اومدید، هر سوالی هم در زمینه ریال استیت و مسکن داشتید خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. دوم که ممکنه بگید خب ما الان کردیت ریپورتی نداریم با توجه به اینکه تازه وارد هستیم، هنوز کاری نداریم، یا ممکن اصلا دانشجو باشید. اینجور مواقع 1-2 تا راه حل وجود داره. خیلی وقت ممکن صاحب خونه هم باشه شما مثلا تازه اومدید، هنوز کاری ندارید، ولی اگه توانایی اینو دارید که مثلا کل اجاره سال اول رو یکجا بدید، ما به شما خونه میدیم. اینجا طبق قانون 2 ماه اجاره که بهش فرست اند لاست میگن، ماه اول و ماه آخر خب خیلی رسمی و توی قرارداد میاد و قانونیه، اما مابقیش توافقیه، کسی نمیتونه شما رو مجبور بکنه به این کار. اما ممکنه این پیشنهاد داده بشه مثلا سمت مستاجر به صاحب خونه بگه من تازه اومدم میخوام که قرارداد خونه داشته باشم، یه سالشم پیش میدم و خب صاحب خونه میتونه بپذیره. خیلی از تازه واردین این کار انجام میدن. یک راه دیگهش اینه که شما گارانتور داشته باشید، کسی که توی اینجا داره زندگی میکنه، شغل و کار مناسبی داره و همه اون مدارکی که گفتیم و حالا گارانتور هم باید اون مدارک رو ارائه بده. حالا هر چقدر این مدارک کاملتر باشه خب شانس بهتر بیشتری هم دارید. یه سری مواردی هم وجود داره، مثلا بعضیا کاور لتر یا مثلا یه چیز مثل معرفی نامه میذارن که مثلا میگن من کی هستم، چی هستیم، برای چی داریم جابجا میشیم،
توضیحاتی از خودشون میدن. بعضیا پرینت حساب بانکی هاشون رو میذارن، بلکه به صاحب خونهشون میدن ما پول وارد حسابمون میشه، چقدر سیوینگ داریم، که میخوان با هر چه کامل تر بوده مدارک شانس خودشون رو بیشتر بکنن. قدم دوم پیدا کردن یک مشاور املاک حرفه‌ایه. داشتن یه ریلتور اجباری نیست. شما ممکن خودتون یه خونه ببینید مستقیم با صاحب خونه یا ایجنت طرف مقابل، یعنی ایجنت صاحب خونه، تماس برقرار بکنید و بخواید که کار قرارداد رو انجام بده. اما خب اون ایجنت صاحب خونه است و قطعا سعی می‌کنه که قرارداد به صورتی باشه که نفع صاحب خونه که کلاینت اون ایجنت هست رو تامین بکنه بیشتر. علاوه بر این حتی شما میتونید به صورت شخصی کسایی که میان توی جاهایی مثل فیسبوک خونه خودشون رو میذارن اجاره، با اونام تماس بگیرید و خونه اجاره کنید. اما خب این یه خطراتی هم داره. اول اینکه مطمئن بشید اون شخص واقعا صاحب اون خونه هستش و داره خونه اجاره میده. اینطوری نباشه که مثلا خودشون خونه رو اجاره کرده باشه و حالا بخواد داد به شما اجاره بده با یه قیمت دیگه، برای اینکه بخواد خودش رو رها بکنه از اون قرارداد، که خب این میتونه غیر قانونی باشه. یا اینکه طرف واقعا صاحب خونه است اما جزئیات توی قرارداد خیلی مهمه. شما ممکن برید با یه شخصی هم توی خونه‌اش بگیرید توی اون قرارداد جزئیات مطرح نشده باشه، مثلا که اگر یک وسیله خونه خراب بشه کی باید هزینه‌شو بده. اگر اینو توی قرارداد نیومده باشه، فرض کنید مثلا یخچال خراب شده، شما زنگ می‌زنید صاحب خونه میگه یخچال خراب شده، میگه من چیکار کنم؟ در صورتی که توی قرارداد رسمی اینا مشخص میشه که بر عهده چه کسی. حالا فرض میکنیم که شما میخواید خیلی حرفه‌ای یک مشاور املاک پیدا بکنید و با اون پیش برید. شما به عنوان کسی که قرار خونه رو پیدا بکنید و اجاره بکنید، هیچ هزینه‌ای لازم نیست که به مشاور املاکتون پرداخت بکنید. حقوق و هزینه مشاور املاکتون توسط صاحب ملک یا صاحب خونه باید پرداخت بشه. مشاور مسکنتون با توجه به شرایط شما و اون چیزی که مد نظرتون هست و بودجهتون خونه ها باید پیدا بکنه. به صورت آنلاین خونه ها یه نگاهی بکنید، اونه که پسند میکنید و مشاور مسکنتون بوک میکنه، با هم میرید خونه ها رو میبینید و هر کدوم که حالا پسند کردید وارد قدم بعدی میشه، این که مشاور مسکنتون تماس بگیره با ایجنت طرف مقابل، ببینید خونه اویلیبل هست هنوز نیستش، اجاره نرفته باشه و حالا یه سری کارهای روتین و استاندارد که نیاز هست انجام بشه، مذاکره بکنه. یه نکته کوچیکی هم بگم، میشه همون اول آفر و مدارک رو با هم فرستاد، اما خیلی وقتا چون آماده کردن آفر یه مقدار زمان بر هستش، فرستاده میشه، بعد صاحب خونه رو میگه که نه من مدارک مالی رو نگاه کردم، مثلا درآمد این آقا پایینه، ما خونه نمیدیم. یه وقتی گذاشته شده، آفر آماده شده، بعد جواب نمیدن. و همین نرمالش برای اینه که قبل از اینکه آفر آماده بشه و فرستاده بشه، ریلتور با هم صحبت میکنم، شرایط رو به صورت کلی توضیح میدن و بعد ریلتور مستاجر مدارک رو میفرسته. اگر که تاییدیه بگیره اون وقت آفر رو میفرسته. نمیخوام بگم این روش قانونی به این صورت، فقط نه، این مسیر یه مسیری که الان نرمال همه انجام میدن. هم میشه که همون ابتدا مدارک و آفر با هم فرستاده بشه، یعنی که تو دو مرحله، اول مدارک فرستاده میشه، ریویو میکنه صاحب خونه، میگه که اوکی هم با این مدارک آفر رو هم بفرستید. باز تاکید میکنم که یادتون باشه شما به عنوان کسی که دنبال خونه هست هیچ هزینه‌ای به مشاور مسکنتون نمیدین. مشاور مسکن کمیسیونش رو از صاحب خونه میگیره. و اما قدم سوم فرستادن آفر هستش. این فرم آفر تا قبل از اینکه امضای نهایی نداشته باشه الزام آور نیست. آفر توسط ریلتور مستاجر آماده میشه، مشخصات اون خونه، میزان دپازیت که همون فرسن لس هستش، تاریخ شروع اجاره خونه، مدت اجاره و خیلی جزئیات‌های دیگه مثل که پارکینگ داره یا نداره، شما پارکینگش چی هست، انباری داره یا نداره، همه اینا باید مشخص بشه. یه سری امضا اینیشیال هست گرفته بشه، اسکیجول ها خصوصا اسکیجول A مشخص باشه. اینم توضیح بدم که اسکیجول A ضمیمه قرارداد هست که جزئیات توی اون میاد. به قول هم چیزی قبلش هم گفتم، این که مثلا توی اسکیجول A کاندیشن آورده میشه که خرابی وسایل خونه به عهده کیه. اگه خرابیش خرابی نرمال باشه، مثلا بخاطر استهلاک وسیله خراب بشه، به عهده صاحب خونه هستش. اگری که نه مستاجر کاری کرده باشه که به وسایل صدمه وارد شده باشه، به عهده مستاجر. همه این جزئیات توی اون اسکیجول A میاد. این اسکیجول A همون ضمیمه قرارداده که کاندیشن یا بند و تبصره‌ها داخلش مشخص میشه. کنارش هم دو تا فرم دیگه است که لحاظ قانونی باید امضا بشه که حالا درموش نمیپردازم و همه اینا ارسال میشه برای ایجنت صاحب خونه. حالا اینجا دیگه صاحب خونه تصمیم میگیره که آفر رو بخواد بپذیره، بخواد رد بکنه به هر دلیل، چون ممکن مثلا همزمان یا 3 تا آفر بگیره، هر سه تا هم شرایط خوبی دارن، ولی خب در نهایت باید یک کدوم انتخاب بکنه و دو تا دیگر رو رد بکنه، یا اینکه بخواد یه تغییراتی توی آفر بده و اینو برگردونه به شما و اگر شما با اون تغییرات موافق بودید میتونید آفر رو امضا بکنید. قبلا توی یه ویدیو دیگه در مورد جواب دادن به آفر توضیح دادم اینکه هر آفری میتونه اکسپت بشه، ریجکت بشه
یا ساین بک یا کانتر آفر بشه که همون تغییرات منظوره. تبریک میگم، آفر شما قبول شده، برای ایجنت شما ارسال میشه. حالا شما 24 ساعت فرصت دارید که دپازیت یا فرست اند لاست رو به حساب بروکرج طرف مقابل، یعنی بروکرجی که ریلتور صاحب خونه هست، پول رو واریز بکنید. این پول توی تراست اکانت بروکرج میره، نه تو جیب صاحب خونه میره، نه تو جیب ریلتور مستاجر، نه تو جیب ریلتور صاحب خونه. توی حساب تراست اکانت بروکرج ایجنت صاحب خونه میره. اون پول اونجا سیفه تا موقع که شما کلید رو نگرفته باشید اون پول به کسی داده نمیشه. قانونی گذاشته برای محافظت از کسایی که دارن دپازیت رو میدن، کسی نتونه این پولو برداره، حالا خبری ازش نشه، خدای نکرده اتفاق براش بیفته دیگه دسترسی بهش نباشه. و وقتی شما خونه تحویل بگیرید توی اون تاریخ بروکر تازه پولو ریلیز میکنه. بعد از اینکه آفر اکسپت شد یه چیزی هست به اسم اسانالیز اگریمنت برای استان آنتاریو که اونم بر اساس همون آفر بعد آماده بشه. این قرارداد اصلی شماست، در اصل قبلی آفر بوده، این الان قرارداد اصلی شماست. توسط ایجنت صاحب خونه باید آماده بشه و ارسال بشه. حالا اگه ایجنت صاحب خونه به هر دلیلی اینو ارسال نکرد، ایجنت خود شما هم میتونه اینو آماده بکنه، بفرسته و طرفین امضا بکنن. خب روز موعود رسیده، شما میخواید این کلید خونه رو تحویل بگیرید. برای تحویل گرفتن کلید الزامی نیست که حتما ریلتورها باشن، ممکنه باشن ممکنه نباشن. ممکنه که صاحب خونه میگه من کلید رو گذاشتم مثلا زیر پادری، خودتون بردارین برین تو، یا اینکه نه ممکنه ایجنت ها هم حضور داشته باشن. خونه رو چک بکنید، یه نگاهی سریع به خونه بندازید. اگر دید جایش آسیب دیده است حتما با حضور ایجنت خودتون و ایجنت صاحب خونه عکس بگیرید، ایمیل بکنید اینا رو بعدن که به عنوان رکورد بمونه. اپلاینس هم خیلی سریع یه چکی بکنید که همه چی کار میکنه و دیگه مبارکتون باشه. یا آماده باشید وسایل رو بیارید، خونه رو بچینید، خاطرات خوبی توی خونه داشته باشید. کانال منو سابسکرایب کنید. اگه فکر میکنید این ویدیو کانال میتونه برای کسای دیگه مناسب باشه بهش معرفی بکنید. هر سوالی هم داشتید همینجا بر من کامنت بذارید که من جواب شما رو بدم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. ممنون از شما.